سلام علیک. اینجا باربند سازی سعید. یه باربند پراید داریم جمع میکنیم. ارتفاعش 1.20 ورقیه. بغلاشو کلاف کردم، زدم کلافش کردم. این مدلی اول اینجوری کلاف میکنی، این پشت کاره گرم خوره، این هم میاد جلوی کار. الان میخوایم بریم کجا؟ فیلم رو قطع میکنیم بریم تاجش هم بزنیم. تاجش هم زدیم دوباره فیلم میگیریم برای شما پخش میکنیم. ورق 1 میل هم میخوره. این هم قسمت بغل تاج و کف تاج باربنده. اینجوری به این شکل میخوره. آهن قوطی میزنی بغلش که صاف بمونه. این میشه کف تاج با بغل تاج. از ورق روی تاج. حالا هوا تاریک شد، بعدن سقفش هم مونده، سقفش هم بزنم. چی میشه؟ باربند پراید. باربندی که داشتیم میزدیم سقفش هم زدیم. سقف ورق درش هم در تا پایین باید بزنیم. ستون کشی کردیم که چی؟ در تا پایین بزنیم. این هم باربند پراید مانت. اوکیه.